فدراسیای بین المللی گشتین جودو دو پهلوان توجک مولا رجب خلیفایف و جهانگیر مجیدوف را برای دوشاروندی و اشتراک در مسابقه بین المللی تحت پرچم‌های کشورهای مختلف آگاهی داده تمام خولهای به دست آورده آنها را بیکار کرد. این تصمیم فدراسیون روز 25 نوامبر سال 2022 اعلام شد. مولا رجب خلیفایف در وزن تا 66 کیلو و جهانگیر مجیدوف در وزن تا 90 کیلو قوه عضوی میکنند. بر اساس دستور فدراسیون بین المللی جودو به ورزشکارانی که دو شهروندی دارند اشتراک در مسابقه های این سازمان اجازه داده نمی شود. گفته می شود که مولا رجب خلیفایف قبلا در مسابقه های بین المللی تحت پرچم روسیه و جهانگیر مجیدوف تحت پرچم آذربایجان هنرنمایی میکردند و در نظام فدراسیون بین المللی گشتین جودو از نام همین دو کشور ثبت شده بودند، ولی اخیراً هر دو در قوه آزمایی های بین المللی از نام تاجیکستان به میدان برآمدند و این حالت را نظام فدراسیون آشکار کرده است. طبق قانون ورزشی ورزشکاران در مسابقه های بین المللی باید تحت پرچم یک دولت به میدان برآیند. تبدیل کشور و فدراسیون بین المللی تنها در حالت استثنایی و آن هم در صورت رضایت همه جانبها اجازت میدهند. در مثال مولا رجب خلیفایف بنا به اطلاع رسیده روسیه با گذاشتن این پهلوان به هیئت تاجیکستان راضی نبوده است، آن هم در حالی که به سبب تحریم های بین المللی بسیاری از ورزشکارانی که قبلا از نام روسیه هنرنمایی میکردند حالا تلاش دارند تا از نام یگان کشور دیگر به مسابقه بروند. اما مسئولین گشتین جودو تاجیکستان گفتند سبب مجازات مولا رجب خلیفایف و جهانگیر مجیدوف تنها خطای تکنیکی در نظام ثبت امتیازهای فدراسیون بین المللی جودو است و این مسئله را در نزدیکترین فرصت حل خواهند کرد.